برای نماز بخوان. یه جوانی نامحترم تا کم تنه شده. آخه من بر وقت رفتم نماز بخواندم آمدم کیسم کارو برم کیسم چیکار دارم شما کلاتون کار میکنه چی گفته استین؟ خودی اگه پی دیگه بگو خای. تو برای فقط نماز بخون. آخه نماز میخوانم سلام دوستان عزیز، خوش آمدید به کانال آموزش یوتیوب برادران. موضوع امروزه درباره دلوار سفروف، یعنی اگر که دلوار سفروف ویدیوی ما را تماشا کرده باشین، با فکرم که با بوی قنده میشناسین الکی و او میخواد که با شما گوشتین گیره. اگه مثلا 100% نگفتیم که برای شما همین گوشتینگی برداریم بزنید من مسافد هزل میکنه، شوخی میکنه مردم خطی شاید گپش یکی راست میبره گفته ویزو داده شما دکی بیاین گوشتینگ میگیریم، یعنی شاید میخواد که با شما هم صحبت شود. مثلا ویدیوی شما رو تماشا میکنه معقول شده اگر میخواد که با شما هم صحبت شود. اگر که شما شاید نمره بابی را نمیابین، در کانال ما در ویدیوهای ما هست رقمهای ما و در بانری ما نشانگر نمره تلفنم 8925 93 94 123 میتونید زنگ بزنید. ما نمره بابا را میتونید و میتونید که با بابی صحبت کنید. اگه مثلا بابی را میگم پود بالاوی گور وای مرگ یا شیو جوانی را نگاه نمیکنه، پیری را هر وقت میفورش قوس میکرد جانا. اما مسافت می نویسند که پوم بالاوی گور تو در دلوار سفروف در تو کجا و او کجا و همتری افسوس دنیا کدیسیان. اگر که بخواین که همین تیم هم محکم شود حتما در سویاز برو و بابی دیگر درباره شما ویدیو نکنه، یعنی شما در فایرود نکنه که ما شما در ویزو دادگیم بیا با میخریم بیا گوشت میکنیم همین کار رو بس شود که بابی را بسیار بد دشنام میکنن میره انجانن. همین کار خوب نیست. من چند بار در ویدیوم گفتم که بابی را چقه نشویم برادرها. بابی دل جوان داره، میخواد که بلاگری کنه. با فکرم که ویدیوش بد نیست، ویدیوش در مردم میخندونه، هزل میکنه، یک چیزی درخشنانی ماهی پروی نشان میتتون. خیلی با مثلا قطعی آدمای پاپولار نمیخواد صحبت کنه، پیشواز بگیره وخوری کنه، صحبت برادران نکنه. شما برای چی زید میشین؟ برای همین کاری هم بدید من نمیفهمم. برای نماز تا بخوام برای در مسجد بشین و این کارا رو میکنه. در اولی نوار و موندم با فکرم گپش گوش کردین، اینه باید بار دیگه میمونم گوش کنین. برای نماز بخوان. یه جوانی نامحترم تا کم تنه شده. آخه من بر وقت رفتم نماز بخواندم آمدم کیسم کارو برم کیسم چیکار دارم شما کلاتون کار میکنه چی گفته استین؟ خودی اگه پی دیگه بگو خای. خب گوش کردین؟ تو برای فقط نماز بخون. آخه نماز میخوانم همه کن میخوانم نمازش همه کارا رو میکنه. بعد گفته سایکو خب این نوار دراز این نوار همش گوش کردگیم و میگه که من میرم میخوانم نمازم بعد نمازخوانی میرم این کارا رو میکنم. مثلا وقتی نماز باشه من هیچ وقت نمیرم که ویدیو سیون کنم. مثلا نماز ضروره میکنم همین کارا رو. نه که شما با زم گپ میوین گپ میزنین باید که دل یک کس برنجانین دیگه کار ندارین. شما فقط دل رنجانی همین مسافت خودتون مسافت شدین. وقتی که دلتون رنجاندن بعداً میفهمین. و در آخر برادرها کدام میدم کانال های یوتیوب در کره اینمی رقم هایی که روی اکران میبینین برای کانال های فروشی زنگ بزنین. کانال های یوتیوب ای 300 подписчика تا کانال های 80,000 подписчика داریم. میتونین بگیرین و پیشروی کنین در سامان یوتیوب. شخصانی که کانال یوتیوب نمیفهمین کمی می آموزانیمتون که همون کانال کم در پیش برن و در آینده خودتون یادش میگیرید و میره و هم خیلی به پیش با حتی از ما هم زیادتر یاد میگیرید. این اولش هم خیلی کم ترقینه بعدا یادش میگیرید و کاری چی نیست. امنیت 3 بار ویدیو فریدی اوجه میفهمیشه. باقی خداوند همتون نگهبان باشه، خانواده و سربلند باشه.